به نظر میرسه بعد از انقلاب صنعتی هر نسل جدیدی از انسان‌ها با یک جور مرگ خاموش دست و پنجه نرم میکنه. خطراتی که برای جامعه مشخص نیستن تا وقتی که دیگه خیلی دیر شده. از پنبه نسوز در اوایل قرن 20 تا استفاده از سرب در رنگ و سوخت و حالا در سال 2024 میکروپلاستیک ها. بعضی ها تخمین میزنن که ما احتمالاً به اندازه پلاستیک به کار رفته در یک کارت بانکی در هفته پلاستیک وارد بدنمون میکنیم. در طول سال اخیر تحقیقات نگران کننده‌ای در نشریه‌های مختلف منتشر شدن که همگی به یک نتیجه واحد اشاره دارن. پلاستیک از تصورات قبلی ما خیلی خطرناک‌تره. این موضوع موج بزرگی از گفتگوها و انتقادات به صنعت پلاستیک رو در دنیا به راه انداخته. در همین راستا اندرو هیوبرمن، استاد دانشگاه استنفورد و یکی از موثرترین چهره‌های دنیا در حوزه سلامت، یکی از اپیزودهای اخیر پادکستش رو به این موضوع اختصاص داده. بریم ببینیم جریان این تحقیقات و خطرات از چه قراره و در لابلا نظرات و راه‌حل‌های آقای هیوبرمن رو هم در این مورد بشنویم. یک لحظه به دور و برتون نگاه کنید. چند تا چیز می‌بینید که از پلاستیک ساخته شدن؟ تقریباً همه‌شون یه روزی به میکروپلاستیک تبدیل میشن. آقای هیوبرمن میگه که میکروپلاستیک‌ها در تئوری به معنای پلاستیک‌هایی با قطر کمتر از 5 میلیمتر هستند. کوچکتر از یه مروارید معمولی یا پاک‌کن پشت مدادها. دو نوع میکروپلاستیک داریم. یک، میکروپلاستیک‌هایی که به عمد ساخته شدن، مثل اسکراب‌های صورت و بدن، یا میکروفیبرها برای لباس. ولی دسته دوم میکروپلاستیک‌های غیر عمدی هستند که از زباله‌های پلاستیکی ساخته میشن، مثل بطری‌های آبی که با تابش آفتاب یا استکاک مکانیکی موج‌های دریا کم کم خرد میشن. بزرگترین مشکل اینه که پلاستیک فوق‌العاده مقاومه و طبیعت توانایی تجزیه‌اش رو نداره. بنابراین تکه‌های پلاستیک تقریباً برای همیشه در طبیعت میمونن و فقط در طول زمان به تیکه‌های کوچکتر و کوچکتر تبدیل میشن. اما پلاستیک از کجا اومد؟ صنعتی وجود داره که واقعاً انقلاب پلاستیک رو شروع کرد. حدس میزنید چی بود؟ بیلیارد. داستان از جایی شروع شد که دنبال یه ماده با دوام برای توپ‌های بیلیارد و میزهاش بودن. جان ویزلی هایت اولین پلیمر مصنوعی رو توی دهه 1860 ساخت. یه جایگزین برای عاج طبیعی که اون موقع‌ها برای توپ استفاده میشد. این کار باعث شد فشار از روی جمعیت فیل‌های وحشی برداشته بشه. بعد سال 1907 لو بیکلند یه چیزی به نام بیکلایت اختراع کرد که اولین پلاستیک کاملا مصنوعی بود. در نهایت سال 1930 دانشمندان شرکت دوپانت یه ماده جدید به اسم نئوپرین ساختند. بعد از اختراع نئوپرین جنگ جهانی دوم شروع شد و تولید پلاستیک 3 برابر شد. از هواپیما گرفته تا چتر نجات پلاستیک همه جا استفاده می شد. چند سال گذشت و جنگ تموم شد. ولی یه مشکل بزرگ بود. ظرفیت عظیم تولید پلاستیک خالی مونده بود. تولید کننده ها رفتن سراغ بزرگترین بازاری که میتونست این تقاضا رو جذب کنه. بازار محصولات مصرفی. پلاستیک با محصولات تاپرور رفت توی آشپزخونه ها. سلفون صنعت بسته‌بندی رو تصاحب کرد. لباس‌های پلی استری رو میشد توی ماشین لباسشویی شست و بعدش دیگه مشخصه. تولید و استفاده از پلاستیک با جهانی سازی بیشتر و بیشتر شد و مشکل زباله و آلودگی هم باهاش رشد کرد. با گذر زمان شرکت‌ها شروع کردن انگشت اتهام رو به سمت ما گرفتن. می‌خواستن ما حس کنیم که ما به اندازه کافی مسئولیت پذیر نیستیم و باید با بازیافت مشکل رو حل کنیم. ولی واقعیت اینه که این فقط یه بخش کوچیک از داستانه. توی کتاب سمی مثل هیچ چیز دیگه چطور میکروپلاستیک‌ها سیاره ما رو آلوده کردن، مت سایمون میکروپلاستیک‌ها رو اینجوری توصیف میکنه: یه اکلیل خیانتکار که کل زمین رو به گند کشیده. یه باقی مونده ابدی از مهمونی به اسم مصرفگرایی. با اینکه از دوران طلایی پلاستیک تا الان پیشرفت‌هایی توی بازیافت و آگاهی عمومی داشتیم، مشکل میکروپلاستیک‌ها داره ادامه پیدا میکنه. اول از همه ما حالا میدونیم که میکروپلاستیک‌ها به هر گوشه‌ای از دنیا نفوذ کردن. از یخ‌های دریایی قطب جنوب گرفته تا گودال‌های عمیق اقیانوسی. این میکروپلاستیک‌ها میتونن از فیلترهای آب عبور کنن و برای زندگی آبی خطرناک هستن. وقتی موجودات دریایی این میکروپلاستیک‌ها رو میخورن، با مواد شیمیایی مضر ترکیب میشن و هر دو، یعنی پلاستیک و مواد شیمیایی، به سیستم گوارشی موجود نفوذ میکنن که این اصلاً خوب نیست.
یه تحقیق روی کرم‌ها نشون داده که وقتی در معرض میکروپلاستیک‌ها قرار میگیرن، طول عمرشون کوتاه‌تر میشه، رشدشون متوقف میشه و تعداد نسل بعدیشون هم کم میشه. این داستان از پایین‌ترین نقطه زنجیره غذایی شروع میشه. پلانکتون‌ها میکروپلاستیک‌ها رو میخورن. سخت‌پوستان و ماهی‌های کوچیک هم پلانکتون‌ها رو میخورن و آلودگی همینطور ادامه پیدا میکنه تا به غذایی که ما میخوریم میرسه. ولی مشکل فقط توی غذاهای دریایی نیست. حتی وگان‌ها و گیاهخوارها هم تحت تاثیر قرار میده. میکروپلاستیک‌ها فقط زنجیره غذایی رو آلوده نمی‌کنن، بلکه از راه‌های دیگه‌ای هم وارد بدن ما میشن. راه اصلی به طرز عجیبی استنشاق هوای داخل خونه و نوشیدن از بطری‌های پلاستیکی. یه تحقیق در دانشگاه پولیموس خطرات خوردن صدف‌های آلوده دریایی رو با استنشاق هوای داخل خونه مقایسه کرده. نتایج خیلی عجیبه. احتمال اینکه مردم از میکروفیبرهای موجود در هوای داخلی که از لباس، فرش و مبلمان جدا میشن پلاستیک وارد بدنشون کنن بیشتر از خوردن صدف‌های دریایی آلوده است. در سال 2022 دانشمندان هلندی و بریتانیایی میکروپلاستیک‌ها رو در جاهای غیر منتظره و قبلا گزارش نشده پیدا کردند. در عمق ریه‌های بیماران و در خون اهدا کنندگان ناشناس. میکروپلاستیک‌ها و نانوپلاستیک‌ها میتونن به قدری کوچک باشن که حتی از موانع بیولوژیکی پوست و روده عبور کنن. به عبارتی حالا همه ما تا حدی از پلاستیک ساخته شدیم. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتیم، سازمان WWF میگه ما هر هفته به اندازه یک کارت بانکی پلاستیک وارد بدنمون میکنیم. یه مطالعه دیگه که توسط انجمن شیمی آمریکا منتشر شده میگه میزان مصرف ما در حدود چند میکروگرم در هفته است. یکم امیدوار کننده تره ولی همچنان ایدئال نیست. دانشمندان نگرانن که میکروپلاستیک‌ها مثل یه بمب ساعتی در حال تیک تاک باشن. حالا سوال اینجاست: آیا ممکنه این مواد شیمیایی مشکلات جدی سلامتی مثل التهاب یا سرطان ایجاد کنن؟ یا شاید بی‌ضرر باشن و صرفاً از بدن دفع بشن؟ یا ممکنه به عنوان مختل کننده غدد درونریز عمل کنن و با هورمون‌های ما بازی کنن؟ اینها معماهایی هستند که باید حل بشن، نه فقط برای ما، برای نسل‌های آینده. پس چرا اینقدر طول میکشه؟ خب مطالعات حیوانی انجام شده، ولی واقعیت اینه که این تحقیقات خیلی قابل اعتماد نیستن، چون 94% از داروهایی که توی آزمایش‌های حیوانی موفق میشن وقتی روی انسان‌ها آزمایش میشن شکست میخورن. بنابراین از این بخش خیلی سریع رد میشیم. تحقیقات روی جوندگان نشون داده که میکروپلاستیک‌ها میتونن توی بافت‌های بدن جمع بشن که ممکنه روی سلامت تولید مثل و کیفیت اسپرم تأثیر بذاره. تحقیقات دیگه نشون دادن که میکروپلاستیک‌ها میتونن وارد بافت‌های موجودات دریایی بشن، مثل نهنگ‌ها، و حتی از یک قسمت بدن به قسمت دیگه بدن منتقل بشن. اما نکته مهم اینه این مطالعات محدود بوده و فقط نمونه‌های مرده رو بررسی کرده. در وجود میکروپلاستیک‌ها در بدن ما، در مغز، ریه و بیضه‌های آقایون شکی نیست. ولی تحقیقات فعلی به این موضوع پرداخته که آیا میکروپلاستیک‌های جمع شده توی بدن ما میتونن واکنش ایمنی ایجاد کنن و یا باعث مسمومیت بشن؟ بعضی تحقیقات دیگه بررسی میکنن که آیا میکروپلاستیک‌ها به افزایش نرخ چاقی مرتبط هستن یا نه. و اینجاست که باید یکم احتیاط کنیم. قبل از اینکه بخوایم شرایطی مثل ADHD، چاقی و مشکلات روانی رو به افزایش میکروپلاستیک‌ها ربط بدیم و قبل از اینکه رسانه‌ها خطرات نامشخص رو به خطرات واقعی تبدیل کنن، بهتره یکم صبر کنیم و بفهمیم چرا کشف اثرات میکروپلاستیک‌ها اینقدر پیچیده است. اولین موضوع اینه که اندازه‌گیری تأثیر پلاستیک‌ها روی سلامت انسان از حیوانات خیلی سخت‌تره. ما نمیتونیم عمدن برای آزمایش پلاستیک به خورد مردم بدیم. دومین موضوع اینه که تحقیقات فعلی فقط با گروه‌های کوچیک انجام شده. سومین نکته اینه که توی یک محصول پلاستیکی میتونه بیش از 8000 ماده شیمیایی مختلف باشه که این موضوع کار رو برای اینکه بفهمیم کدوم‌ها ضرر دارن خیلی سخت میکنه. علاوه بر این، میکروپلاستیک‌ها با باکتری‌ها و اسیدهایی از محیط اطرافشون پوشیده شدن که وقتی وارد بدن ما میشن با همه چیز داخل بدن ترکیب میشن. چهارمین نکته اینه که بیشتر تحقیقات تا الان روی پلاستیک‌های بزرگتر تمرکز کردن، نه اون ذرات کوچیکی که واقعاً خطرات تنفسی ایجاد میکنن. و پنجمین نکته اینه که حضور یک ماده شیمیایی توی بافت‌ها
همیشه به معنی خطر نیست. انسان‌ها از زمان انقلاب صنعتی هر روز دارن ذرات خارجی تنفس میکنن. بعضی مواد شیمیایی البته توی غلظت‌های بالا به بیماری‌های ریوی در کارگران کارخانه‌های نایلونی در کانادا و آمریکا مرتبط بودند. ولی در سطوح پایین‌تر هنوز سوال بزرگ اینه که چقدر تماس با این مواد خطرناکه. حالا که داریم در مورد میکروپلاستیک‌ها صحبت می‌کنیم، باید از BPA هم بگیم. شاید بعضی از شما اسمش رو شنیده باشید. BPA که مخفف بیسفنال A هست، یک ماده شیمیایی صنعتیه که از دهه 1950 توی محصولات پلاستیکی استفاده میشه. این ماده توی پلاستیک‌های پلی‌کربنات و رزین اپوکسی پیدا میشه. این یعنی از بطری‌های آب تا ظروف غذایی. رزین‌های اپوکسی برای پوشش دادن داخل محصولات فلزی مثل قوطی‌های غذا، درب بطری‌ها و حتی لوله‌های تأمین آب استفاده میشن. متاسفانه این ماده شیمیایی میتونه از محصولات خارج بشه و وارد مواد غذایی و مایعاتی بشه که ما مصرف میکنیم. طبق گزارش کلینیک مایو، مواجهه با BPA نگران کننده است به خاطر اثرات احتمالی آن روی مغز و غده پروستات جنین‌ها، نوزادان و کودکان. این ماده میتونه رفتار کودکان رو هم تحت تاثیر قرار بده. تحقیقات بعدی همچنین نشون میده که BPA ممکنه به افزایش فشار خون، دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی ربط داشته باشه. شواهدی هم هست که نشون میده BPA روی باروری مردان و زنان اثر میذاره. باعث میشه که کودکان زودتر از موعد وارد دوران بلوغ بشن و حتی به بعضی از انواع سرطان‌ها مرتبط میشه. توجه داشته باشید که تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه داره. بنابراین این اطلاعات قطعی نیستن. دکتر هیوبرمن میگه که روابط متعددی بین بیماری‌های مختلف و پلاستیک پیدا شده. هیچ کس نمیتونه بگه که دقیقاً پلاستیک علت اون بیماری هاست. ولی روابط انقدر قوی هستن که تا حد امکان باید برای جلوگیری از ورود میکروپلاستیک ها به بدنمون تلاش کنیم. حالا این رو هم بگم که اگر به سازمان غذا و داروی آمریکا اعتماد دارید، اونا میگن که BPA در سطوح پایین بی خطره. اما اگه بهشون اعتماد ندارید، میتونید با استفاده از محصولات بدون BPA و اجتناب از گرما دادن به محصولات پلاستیکی که برای مصرف غذا استفاده میشن، این تماس رو کاهش بدید. همچنین میتونید از ظروف شیشه‌ای، فولادی یا چینی استفاده کنید. با وجود حجم‌های شدیدی که نسبت به پلاستیک ایجاد شده، پلاستیک هنوز هم خیلی مفیده. نه فقط برای صرفه‌جویی در زمان یا ذخیره کردن غذای دیشب، برای نجات دادن جون انسان‌ها. وسایل پزشکی یکبار مصرف و پلاستیکی از آلوده شدن متقابل جلوگیری می‌کنند. پلاستیک نقش مهمی در توزیع مواد غذایی داره. از کشاورزی صنعتی حمایت میکنه و حتی تعیین میکنه که چی بپوشیم. چون بیش از 60% از منسوجات مصنوعی در پتروشیمی ها ساخته میشن. حالا که با خطرات پلاستیک بیشتر آشنا شدیم، ببینیم راه حل های عملی پروفسور هیوبرمن چیه. هیوبرمن در 3 مرحله برای مقابله با میکروپلاستیک ها راه حل ارائه میکنه. اول، جلوگیری از ورود پلاستیک ها به بدن. برای این کار هر چه میتونیم از ظروف پلاستیکی دوری کنیم. از بطری پلاستیکی آب نخوریم. به خصوص تأکید فراوان هست که غذا یا نوشیدنی گرم توی ظروف پلاستیکی قرار ندیم. حتی لیوان‌های کاغذی هم حاوی مقداری پلاستیک و BPA هستند. بنابراین تا حد امکان ظروف شیشه‌ای، استیل و چینی استفاده کنیم. سعی کنیم هرچند این مورد خیلی سخت‌تره، از لباس‌های پلی استر، نایلون یا مواد مصنوعی دوری کنیم و بیشتر لباس‌های نخی و پشمی بپوشیم. علاوه بر اون، دستگاه‌های تهویه هوای خونه میتونه در از بین بردن این ذرات پلاستیکی معلق مؤثر باشه. یک نمونه خیلی جالب دیگه که آقای هیوبرمن اشاره میکنه، لطفاً از نگه داشتن طولانی مدت رسیدهای بانکی و دستمالی کردن زیاد این رسیدها خودداری کنید. بعد از اون هم ایشون اشاره میکنه که چون آب لوله کشی و حتی آب بطری‌ها میتونن حاوی مقدار زیادی میکروپلاستیک باشن، تصفیه آب یک قدم مهمه. هیوبرمن میگه که باید دنبال فیلترهایی باشیم که مخصوص حذف ذرات ریز مثل میکروپلاستیک‌ها طراحی شدن. دوم، کمک به بدن برای دفع میکروپلاستیک‌ها. کبد مهمترین عضو بدن برای دفع میکروپلاستیک‌ها و مواد شیمیاییه و خوردن میوه و سبزیجات به خصوص کلم سفید و کلم بروکلی به کبد در دفع این مواد کمک میکنه.
در کنار اون خوردن مایعات هم در قدرت بخشیدن به کار کبد مؤثره و هم به عرق کردن و دفع ریز ذرات از طریق تعریق کمک میکنه. البته نیاز هست که برای عرق کردن در روز مقداری ورزش هم انجام بدیم. تقریباً همه توصیه‌های دفعی ایشون توصیه‌های عمومی سلامتیه که چه بهتر، نیاز نیست کار جدید و عجیبی انجام بدیم. و سوم، این که به سلامت عمومی جامعه با اطلاع رسانی و همچنین بازیافت محصولات پلاستیکی کمک کنیم. حالا با وجود این نگرانی‌ها دنیا به کدوم سمت پیش میره؟ چه جایگزین‌هایی داریم و هزینه‌شون چقدره؟ آیا گزینه‌های بهتری با معایب کمتر هست؟ خبر خوب اینه که پلاستیک‌های تجزیه پذیر وجود دارن و بهترین نوعش به اسم PHA شناخته میشه. این پلاستیک ظرف چند ماه کاملا تجزیه میشه، نه صدها سال. اگر استفاده از محصولات PHA افزایش پیدا کنه، میتونه از بحران‌های بهداشتی در آینده جلوگیری کنه. تنها مشکل اینه که هزینه‌اش 25 تا 80% بیشتر از پلاستیک‌های معمولیه. امید میره که با نوآوری بیشتر هزینه‌ها کاهش پیدا کنه. با وجود پیچیدگی‌ها و ناشناخته‌هایی که در مورد میکروپلاستیک‌ها داریم، تحقیقات و آگاهی‌های جدید باعث شده که اقدامات زیادی صورت بگیره. مثلا در آمریکا میکروبیت‌ها در محصولات مصرفی ممنوع شده. در فرانسه فیلترهای میکروفایبر در ماشین‌های لباسشویی اجباری شده. و کشورهای دیگه هم در تلاشن که استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف رو کاهش بدن و بازیافت رو تشویق کنن. این اتفاقیه که حتی در کشور خودمون هم در حال رخ دادنه. باور نکردنیه که بیشتر سهم آلودگی رو در اقیانوس‌ها نه چین، نه آمریکا، بلکه فیلیپین و بعدش هم هند داره. باید روشن بشه که این فقط تقصیر ما به عنوان مصرف کننده ها نیست و لازم نیست فقط نظاره‌گر باشیم. ما هم میتونیم بخشی از راه حل باشیم. طبق یک مطالعه که 73 کارشناس در اون مشارکت داشتن، راه حل‌های فوری بیشتر در سیاست‌ها و تغییرات رفتاری نهفته است، نه در مسائل فنی. در این مطالعه راه حل‌هایی که کارشناس‌ها تایید کردن و تأثیرشون بالاتر از میانگین بوده، چیزهایی است که احتمالاً شما هم قبل از این میدونید و با اونا موافقید. آموزش مصرف کنندگان برای انتخاب‌های هوشمندانه، نصب فیلتر در ماشین‌های لباسشویی، تشویق به بازگشت بطری‌های پلاستیکی، ساده‌سازی طراحی محصولات و پذیرش اقتصاد دایره‌ای که بازیافت و استفاده مجدد از محصولات رو ترویج میده. دکتر آلبرت ریزو، رئیس انجمن پزشکی ریه آمریکا، میترسه که میکروپلاستیک‌ها ممکنه به معضل نسل ما تبدیل بشه، مثل سیگار. آیا آسیب واقعی فقط وقتی مشخص میشه که دیگه دیر شده؟ شاید 40 سال دیگه بفهمیم که میکروپلاستیک‌ها در ریه‌ها باعث پیری زودرس یا بیماری‌های مشابه شده. هنوز نمیدونیم، اما تا اون موقع میتونیم رابطمون رو با پلاستیک بیشتر کنترل کنیم. یکی دیگه از دلایل فوری بودن این موضوع اینه که تنها در سال 2020 367 میلیون تن پلاستیک تولید شده. عددی که انتظار میره تا 2050 3 برابر بشه. باور نکردنیه که حالا مجموع مواد دستساز روی زمین از مواد بیولوژیکی بیشتر شده. ما روی یک تردمیل تولید پلاستیکیم که با سرعت در حال افزایشه و پایین اومدن از اون خیلی راحت نخواهد بود. این فقط محیط زیست نیست که در خطره، سلامتی ما هم در خطره. لطفاً شما هم نظرتون رو توی کامنت ها بگید. برای دوری از آلودگی های پلاستیکی چه کار میکنید؟ اگر این ویدیو مفید بود و به علم، تکنولوژی و یا بیزینس علاقه دارید، حتما چنل رو دنبال کنید. اسم من پوریا کردیه و در قسمت بعدی میبینمتون. روز خوبی داشته باشید.